هواپیمای حامل رئیس جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی نیویورک بر زمین نشست و نخستین سفر آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور به نیویورک و برای حضوری فعال در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل رقم خورد. پیامی است که از طرف کشورمون برای صلح و امنیت داریم. رئیس جمهور در بدو ورود اعلام کرد که حامل پیام صلح و امنیت از سوی ایران برای جامعه جهانی است. شعاری که الان امسال مال سازمان ملل متحد، صلح و آینده به اصطلاح با توأم با امنیت و توسعه برای همه مردم، به جای خونریزی و جنگ و کشت و کشتار باید دنیایی درست بکنیم در اون همه انسان ها بتونن راحت زندگی بکنن، مستقل از این که چه رنگی هن، چه نژادی هن، چه قومی هن و در چه منطقه‌ای زندگی میکنن. و متاسفانه این فعلا در این دنیایی که ما زندگی میکنیم اینجوری نیست. یه استانداردهای دوگانه وجود داره، یه عده خوبن، یه عده همینجوری بدن. در نتیجه در این رابطه مشکلاتی که پیش میاد باید این فرصتی که برای زندگی ما در این کره خاکی داریم برای همه کسانی که زندگی میکنن باید برابر باشه. خیلی متشکرم از توضیحات شما. اما ساعاتی قبل از رسیدن رئیس جمهور به نیویورک، وزیران خارجه 4 کشور برای دیدار و گفتگو با وزیر امور خارجه ایران به محل اقامت آقای عراقچی آمدند. سلام علیکم. بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان، عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان، ایوان کندوف وزیر امور خارجه بلغارستان و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی. در این 4 دیدار مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای به ویژه اوضاع غزه و جنوب لبنان و ادامه تنش‌آفرینی‌ها و جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دیدگاه‌های روشن جمهوری اسلامی ایران درباره این مسائل بیان شد. برنامه‌ها و دیدارهای رسمی رئیس جمهور در نیویورک از ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد. در روز نخست آقای پزشکیان با سران شماری از کشورهای اروپایی و آسیایی و همینطور دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفتگو خواهد کرد و در اجلاس سران که با عنوان میثاق آینده برگزار خواهد شد سخنرانی خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی، نیویورک.